توی بحث زن و شوهری کی باید کوتاه بیاد؟ توی زندگی مشترک خیلی وقتا پیش میاد که یکی باید کوتاه بیاد، اما سوال اینجاست که کی باید این کار رو انجام بدی و چه زمانی نباید کوتاه بیای؟ شما چی فکر میکنید؟ توی رابطتون با این موضوع برخورد کردید؟ منتظر کامنت هاتون هستم. سلام، به کانال ما خیلی خوش اومدین. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با سابسکرایب و لایک ازمون حمایت کن. هر سوالی رو هم داشتی بپرس و منتظر پاسخ باش. حتما کمکت میکنم. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باش. چرا باید کوتاه بیایم؟ گاهی کوتاه اومدن اصلا به معنی باختن نیست. این یه نوع درک و احترام به همدیگه است. مثلا وقتی یه موضوع کوچیک پیش میاد و شما میبینید که همسرتون خیلی روی اون موضوع پافشاری میکنه، گاهی بهتره که شما یه قدم به عقب برید. اینجوری همسرتون متوجه میشه که نظرش براتون مهمه. واقعیت اینه که گاهی گذشت و کوتاه اومدن میتونه رابطه رو پر از محبت و آرامش بکنه. کوتاه آمدن اعتماد سازی میکنه. زمانی که شما از خواسته هاتون دست میکشید، به شریک زندگیتون نشون میدین که احساساتش برای شما مهمه. مثلا فرض کنید که همسرتون از یک موضوع خاصی خیلی ناراحته و شما میتونید بدون ایجاد درگیری از نظرتون گذشت کنید. در این صورت شما نه تنها به رابطتون احترام میذارید، بلکه اعتماد بین شما هم بیشتر میشه. از دید روانشناسی این مدل رفتارها باعث میشه که طرف مقابلتون هم در مواقع مشابه آماده کوتاه اومدن باشه. حالا چه زمانی نباید کوتاه بیاید؟ زمانی که در تصمیمات مهم زندگی نیستید. برخی از تصمیمات مثل محل زندگی، کار یا حتی آینده مالی به شدت به هر دو طرف ربط داره و تأثیر زیادی رو بر آینده شما میتونه بذاره. اگر در این موارد احساس کنید که همسرتون به تنهایی داره تصمیم میگیره یا به خواسته های شما بی‌توجهی میکنه، این جایی هستش که باید ایستادگی کنید. مثلا فرض کنید که همسرتون تصمیم میگیره به شهر دیگه بره برای کار و شما هیچ نظارتی ندارید. این تصمیم میتونه روی کل زندگی شما تأثیر بذاره و به همین دلیل باید در چنین مواقعی به جای کوتاه اومدن به توافق مشترک برسید. شما باید احساس کنید که در تصمیمات مهم زندگی شریک هستید. زمانی که همسرتون شما رو دست کم میگیره. اگر در رابطه احساس میکنید که همسرتون شما رو دست کم میگیره یا هیچ ارزشی برای احساسات و نیازهای شما قائل نیست، این زمانیه که نباید کوتاه بیاید. مثلا فرض کنید که همسرتون هیچ وقت به خواسته‌های شما توجه نمیکنه یا همیشه از نظرات شما رد میشه. این رفتار نه تنها شما رو ناراحت میکنه، بلکه میتونه باعث بشه که احساس بی‌احترامی بکنید. در این مواقع به جای کوتاه اومدن باید از خودتون دفاع کنید و همسرتون رو متوجه کنید که این نوع رفتارها قابل قبول نیست. زمانی که مسائل جدی‌تری مثل خیانت مطرحه. اگر متوجه شدید که همسرتون به شما خیانت کرده یا به شما دروغ گفته، اینجا جایی نیستش که کوتاه بیاید. شاید برای جلوگیری از بحران یا حفظ آرامش وسوسه بشید که از موضوع عبور کنید یا اون رو نادیده بگیرید. اما این رفتارها در دراز مدت نه تنها به شما آسیب میزنه، بلکه به رابطتون هم لطمه وارد میکنه. در چنین مواقعی باید تمام احساسات خودتون رو بیان کنید و با صداقت و شجاعت در برابر این موضوع بایستید. در واقع کوتاه نیومدن در این شرایط نه تنها برای شما بلکه برای رابطتون هم بهتره. زمانی که نیازهای عاطفیتون نادیده گرفته میشن. اگر همیشه شما طرفی باشید که نیازهای عاطفیش رو بیان میکنه و همسرتون هیچ وقت به این نیازها توجهی نداره، این به معنای نادیده گرفتن شماست. در چنین شرایطی نباید کوتاه بیاید. برای مثال فرض کنید همسرتون هیچ وقت به شما توجهی نمیکنه و یا هیچ وقت کافی برای شما نمیذاره. اگر شما در چنین شرایطی کوتاه بیاید، این احساس نادیده گرفته شدن میتونه بیشتر بشه. باید با همسرتون صحبت کنید و درخواست‌های خودتون رو به شیوه آرام و محترمانه مطرح کنید. زمانی که اختلافات به منافع شما آسیب میزنه.
گاهی اوقات در رابطه زناشویی همسرتون ممکنه در شرایطی تصمیم بگیره که به منافع شما آسیب بزنه. مثلا اگر همسرتون تصمیم بگیره که پولهای مشترک رو برای چیزی که شما مخالفید خرج کنه، یا اگر به نظر شما برنامه ریزی زندگیتون به خطر داره میفته، اینجا جاییه که باید در برابر این تصمیم ها بایستید و اجازه ندید که منافع شما به راحتی نادیده گرفته بشه. البته این به معنی فریاد زدن یا دعوا کردن نیست، بلکه شما باید با منطق و دلایل قوی نشون بدید که چرا این کار به نفع رابطه یا حتی خودش هم نیست. زمانی که اصول و ارزش‌ها در خطرن. همه ما یه سری اصول و ارزش‌هایی رو داریم که توی زندگیمون مهم هستن و در رابطه زناشویی هم همینطور. وقتی که همسرتون از شما خواسته‌ای رو داره که خلاف اصول و ارزش‌های شما باشه، اینجا جایی نیستش که شما کوتاه بیاید. مثلا فرض کنید همسرتون از شما میخواد که در یک موقعیت خاص دروغ بگی یا یک کار اشتباه رو انجام بدی که ممکنه به کسی آسیب برسونه. در این موارد باید روی اصول خودتون ایستادگی کنید و حتی اگر این باعث ایجاد تنش بشه مشکلی نیست، نباید کوتاه بیاید. جمع‌بندی مطالب. در نهایت توی هر رابطه زناشویی باید خیلی مراقب باشید که کجا باید کوتاه بیایم و کجا باید روی اصول خودمون ایستادگی کنیم. گاهی اوقات کوتاه اومدن باعث حفظ آرامش و تفاهم میشه، اما زمانی که اصول و ارزش‌ها در خطر باشه باید محکم بایستی. اگر دوست دارید چیزی اضافه کنید حتما برام بنویسید. سابسکرایب و لایک یادتون نره. هر سوالی رو دارید بپرسید و منتظر پاسخ باشید. حتما کمکتون میکنم. شما باعث دلگرمی من هستید. همیشه شاد باشید. دوستتون دارم. خدا یار و نگهدار همه شما.